رژیم اسد ایریشین خواه گندوار ادلب زیده کر و اپوزیسیون سوریه به ایریشکی برسف دا که رژیم سوریه ایریشین خواه گندوار ادلب و باکوری حمای زیده کرن. هروها اپوزیسیون سوریه به ایریشین خواه برسف رژیم اسد دا و زیان جانی و مادی رودان. لگوری رخصتین مروی که بسیده ما ایریشین رژیم بصدان سیویل جه باشور ادلب در بدر بون و برف دور عفرین روجاوای کردستانی و سینور سوریه و ترکیه و چون. بالافرین رژیم اسد به برمیل انتقال لگند ام الخلاخیل یا لرجهلات ادلب و الباکور تحتایا و التمانعه یا الباکور ادلب کرا آرمانج. هر دوی درباره در رژیم سوریه به توپ آویجان ایریشی گندن المشرفه و الویب ده والتینا والخوین و سکیک ین لباکور ادلب کرا آرمانج و انجام وان ایریشان ده هجمارک جسیویلان بنا قربانی و بریندار کتن. دسته هاورچون بانگک بلز جریخستن جواکا ناف دولتی و مروی کر که اپراسیون لشکری لدورین کم کرنا آستا شر راوستینه. ایرود بربانگا سبه ده رژیم سوریه علاوه لشکریین گران لروجهلات باجاروک ابو جالیا و دورا السلومیه بجه کرن. هروها توپ آویجن روسی لدورا سکیک و عطشان بلاف کرن.